السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خب دوستای عزیز، با سلسله درس‌های آموزش صحیحانه تلاوت قرآن کریم ما در این کلیپ نوبت رسید با آموزش طریقه تلفظ درست قسمت اول سوره عادیات، آن هم با اجرای قواعد و تجوید به شکل ساده و حرف به حرف. آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا. حرف اول سوره واو است. در وقت تلفظ حرف واو لبها باید غنچه شود. بعدش حرف واو با لام وصل می شود. لام ساکن است. باز هم یادآور می شوم دوستای عزیز، حرف لام وقتی که ساکن می باشد اندکی هم در وقت تلفظ نباید تکان بخورد. چرا؟ به خاطری که از جمله حروف قلقله نیست. حروف قلقله را خوانده بودیم. چند دانه بودن؟ 5 دانه. قطب و جد، قاف تا با جیم داد. اینا را در ذهنتان بگیرید. جز این 5 حرف دیگه هر حرفی که دارای ساکن باشد در وقت تلفظشان اندکی هم تکان نباید بخورن. اینجا حرف لام از جمله حروف قلقله نیست. قلقله یعنی جبت دادن، اما تکان دادن، مثل ابه، اده. خط کرده؟ والع ول نشوه. والع. بعدش حرف عین است. حرف عین از جمله حروف باریک است. حروف پر و باریک هم خوانده بودیم در سایت تجوید. باز هم یادآور میشم. حروف پر 7 دانه است. خصا ضغط قض در این جمله جمع شدن و 2 حرف دیگه را لام، بعض وقت پر و بعض وقت که باریک می شوند. همچنان در سایت تجوید خوانده بودیم حالتایشانه. باقی همه حروف در همه حالت یک زبر زیر پیش می داشته باشند یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش، در حالت مشدد ساکن، همه حالت پر تلفظ می شوند، باریک تلفظ می شوند باشد. اینجا حرف عین از جمله حروف پر نیست. والع. دیگه حرف عین از وسط حلق خوب شفاف تلفظ شود. والع نرم، بدونی که کدام بندشی در صوت واقع شود. والع. بعضی ها اینجا حرف عین همزه تلفظ میکنن. والآ میگن آ اشتباه است. والعا هم اشتباه است. درستش والع نرم باریک. والع. بعدش حرف عین اندازه 2 حرکت بالا کش میشه. چرا؟ به خاطر که پهلویش الف قرار داره. الف ساکن ما قبلش فتحه میشه. این حرف مد میگن. والعادیاتی. بعدش حرف دال. دقت داشته باش که حرف دال با یا جنگ نکنه، با یا وصل نشه. والعادیات نگوی دی هستن بعضیا. والعادیاتی میگن، اشتباه هست. والعادیه. بعض حرف دال یا است، یا باید باریک تلفظ شود. چرا؟ حرف یا از جمله حروف باریک است. یا و اندازه 2 حرکت بالا کش میشه، چون مد طبیعی میشه. اینجا الف ساکن ما قبلش فتحه. والعادیات ضبحا. بعد از حرف یا تا قرار گرفته در آخر کلمه والعادیات، اینجا هم دقت داشته باشید. والعادیات ضبحا نشود تی. بعضیا تی میگن. اینجا حرف تا را با یا وصل میکنن، یعنی پهلوی حرفی تا یک یای ساکن اضافه میکنن. والعادیات ضبحا میگن.
خوب دقت کنید وقتی که تلاوت میکنید شما هم از اون جمله نباشید. والعادیات ضبحا، کوتاه ضاد حرف تا را دقت داشته باشید. والعادیات ضبحا. بعد از کلمه والعادیات کلمه ضبحا است. اینجا هم خوب دقت داشته باشید دوستای عزیز. حرف ضاد اولا خوب پر از جمله حروف پر است، در همه حالت پر تلفظ می شود. در وقت تلفظش دیگه لبها کاملا غنچه نشود، ایت نشود. ضبحا، ضب اشتباه است. ضبحا بدونی که لبها غنچه شود. ضب ضب. طریقه تلفظ حرف ضاد براتان چند بار یادآور شده بودم، باز هم یادآور میشم. در وقت ادای حرف ضاد دقت داشته باشید نوک زبانتون در پشت دندانهای پیشو رو نخوره. اگر خورد و حرف دال تلفظ شده ضاد دیگه، در وقت تلفظ حرف ضاد دقت داشته باشید زبان این قسمت قرار میگیره در کام. دقت کنید به این شکل اینجا دندان ها بگیریم، دندان های پیشرو در این قسمت قرار میگیره و زبان به شکل کاسه میکنیم ولی بالایش باز میمانیم به سمت کام که میرود. بعدش این قسمت های حرف ضاد اقصای حافظ اللسان میگن و یا قسمتش در بیخ دندان های اضراس بالا و یا سمت راست و یا سمت چپ میچسبانیم به این شکل. دقت کنید با به این شکل این قسمت در بیخ دندان های بالا میچسبانیم. اگر نچسبانید حرف دال باز تلفظ میشه، دال مفخم تلفظ میشه. خوب دقت داشته باشید. یکی قسمت اگر نچسبه و دوم نوک زبان اگر در پشت دندان های پیشرو بخوره در وقت ادای حرف ضاد به دال تبدیل میشه و حرف ضاد. ضاد دقت کنید ضاد. همین لحظه یعنی قسمت زبان ما از نصف زبان کناره های زبانی قسمت میگن نصف بالایش در بیخ دندانه های اضراس، قسمت اضراس آسیام میگن بالا میچسبه. دقت کنید ضاد ولی نوک زبان هم در پشت دندانه پیشرو نمیخوره، کام به این شکل میچسبه. ضاد ضاد ضبحا. ذبحا مشتبه است، بعضی از ذبح میگن ذبحا حرف ذا تلفظ میکنن. اینم یه تمرین کنه. ضبحا ضب. بعدش حرف ضاد با ب وصل میشه و حرف با یکی از حروف قلقله است، باید نمود چکتا داده شده. ضب ایت نشود. ضبحا هست بعضی ها اینجا حرف با هیچ قلقله نمیکنن، ضبحا میگن، حتی پا تلفظ میکننش. ضبحا. بعد در آخر کلمه حرف ها است. حرف ها دو تا زبر دارد، پهلویش الف است. قاعده ابدال اجرا می شود. ضبحا ابدال یعنی امو دو زبر یک زبرش به الف تبدیل می شود. ضبحا به این شکل. قاعده ابدال، قاعده وقف ابدال درسای تجوید انشاءالله بعد سوره عادیات به اشتراک میگذارم و مفصل میفهمید. فعلا همه قدر بفهمید. در آخر کلمه ضبحا حرف ها که دو تا زبر دارد در حالت وقف میشه ضبحا، در حالت وصل میشه ضبحا فالموریات. ضبحا در حالت وصل قاعده اخفا اجرا می شود. چرا؟ بعد از تنوین حرف فا آمده. حرف فا یکی از حروف اخفا است. ضبحا. دقت کردید؟ ضبحا. دیگه دقت داشته باشید حرف ها اینجا خوب شفاف از وسط حرف تلفظ شود. ضبحا
ح و هم باریک. ضبح ح در حالت وصل. ضبح ح خوب شفاف. خب آیه را تکرار میکنیم. والعادیات ضبحا. بگویی مثل مباره. لام تکان نخوره. حرف عین شفاف. والعادیات ضبحا. والعادیات ضبحا. ضب حرف داخل قلع. ضبحا. آیه بعدی. فالموریات قدحا. لام ساکن اینجا هم نباید تکان بخوره. نشوه. فالمو بعدش میم با واو وصل میشه. واو ساکن ما قبلش ضمه مد طبیعی. براتون یادآور شده بودم در سایه گذاشته. فالمو انداز دو حرکت لبها جمع شده پیشکش میشه. فالمو به این شکل. فالموریات ریات نشوه. ریات یا باریک. فالموریات قدحا. کلمه قدحا حرف قاف پر بدونی که لبها غنچه شوه. قد اشتباه است یا قد اشتباه است. حرف قاف پر بعد حرف دال ساکن است. یکی از حروف قلقله است. باید تکان متوجه داده شوه. قلقله شوه. قدحا. در آخر کلمه قادحا حرف ح عین شکل کلمه ضبحا. قاعده وقف بالابدال اجرا می شود. قادحا به شکل. در حالت وصل اینجا هم قادحا فالمغیرات میشه. یعنی قاعده اخفا اجرا می شود چون بعد از تنوین حرف آمده. حرف یکی از حروف اخفا. قادحا به شکل. قادحا. کوشش کنید در آخر هر آیه ای که کوتاه می باشد وقف کنید. چرا؟ سنت پیامبر اسلام است. پیامبر اسلام تلاوتش همین قسم بود که اگرچه آیات کوتاه هم می بود وقف می کردن. سنت است. فالموریات قدحا. تکرار کنید آیه را با من. فالموریات قدحا. حرف ح خوب شفاف. فالموریات قدحا. آیه بعدی. فالمغیرات صبحا. اولا اینجا هم حرف لام نباید تکان بخوره. بعد حرف میم. اینجا حرف میم کوتاه تلفظ میشه. لبها جمع میشه یک مقدار ولی فالمغیرات نمیشه. اشتباه هست. چرا؟ میم اینجا با واو وصل نمیشه. یعنی دم روی حرف میم واو نیست. اونجا آیت بالا فالموریات بعد از میم واو بود. میم با واو وصل میشد. اینجا بعد از میم واو نیست. دقت داشته باشه. اینجا میم کوتاه. فالمغی به شکل. لبها غنچه میشه ولی کشت میشه. فالمو نشود. فالمغیرا حرف غین پایین کش میشه. چرا؟ با یا وصل میشه. مد طبیعی یا ساکن ما قبلش
کسره زیر. فالمغیرا، را حرف را پر و اندازه 2 حرکت بالا کش شود. مد طبیعی الف ساکن ما قبلش فتحه. فالمغیرا، فالمغیرات صبحا، صبحا حرف صاد پر و لبها در وقت تلفظش غنچه میشه. چرا حرف صاد اینجا ضمه دارد، پیش دارد. هر حرفی که ضمه داشته باشد لبها غنچه میشود. صبح، صبح، صبح حرف با قلقله. صبح، صبح نشود. صبح، صبح. اینجا حرف ها در آخر کلمه صبح همچنان وقف ابدال و حرف ها شفاف. صبح، صبح. خب آیه را میخوانیم. فالمغیرات صبحا، بگویید. فالمغیرات صبحا. خب از اول سوره میخوانیم تا این قسمت. والعادیات ضبحا، فالموریات قدحا، فالمغیرات صبحا. اگر وصل بخوانیم. والعادیات ضبحا، فالموریات قدحا، فالمغیرات صبحا. به شکل تام قسمت بس میکنیم چون کمی مشکل است این کلمات در تلفظ. تا خوب به دقت تمرین کنید. تا قسمت بعدی سوره عادیات. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.